آموزش کله کباب یا کاله کباب گیلانی رو دارم، با من همراه باشید. مواد لازم: بادمجون کبابی، آب انار، گردو، سبزی معطر، سیر، انار، ادویه‌جات، نمکیار. من امروز غذا رو توی نمکیار درست میکنم که تو قدیم از این برای گردو ساییدن استفاده میکردم به این صورت. اینم اسمش مشت سنگ بودش که باهاش به این صورت میساییدن. اسم نمکیار هم یعنی نمک با یار یا نمکدار میگفتن، یعنی سبزی با نمک میساییدن که باهاش درار درست میکردن. داخل این همه چیز به این صورت میساییدن. من امروز داخل این درست میکنم. گردوها رو که ریختم، سیرم ریختم، بادمجونم اضافه میکنم. سیر و گردو و بادمجون رو ریختم، کمی هم دونه انار میریزم، همه رو شروع میکنم به این صورت. الان دیگه از این وسیله زیاد استفاده نمیشه، از دستگاه استفاده میشه. سبزی معطر میریزم، شامل نعنا، جعفری، گشنیز، ریحون. کمی هم من سبزی چوچاق و خالباش دارم که معطر اضافه میکنم. کمی از این اندونه‌های انار ساییدم اضافه میکنم که خوشمزه تر بشه. نمک کمی، گلپر حتما باید باشه، کمی هم فلفل. من همه رو آماده میکنم به این صورت. بعد آب انار میریزم. خب مواد ما دیگه اینجا آماده شده. من کم کم کمی آب انارم اضافه میکنم. حتما نمک و گلپرش رو حس کنید. گلپر خیلی توی این غذا خوشمزه میشه. کله کباب غذای گیلانی ما که هم دسره هم پیش غذای خوشمزه است آماده شده. هم میتونی به عنوان غذای کامل با کته میل کنید. ممنون از اینکه همراه من بودید.